من دیوید است و 46 سال هستم و نزدیک به 5 سال است که مسلمان شده. بله، من در منچستر به دنیا آمدم و در انگلیس می باشم. من در یک خانواده نه چندان مذهبی یعنی پروتستانت به دنیا آمدم. والدینم زیاد مذهبی نبود و با کلیسا نمی رفتم. بعض وقتها در کریسمس یا در برنامه دیگه می رفتم. به همین اساس من با مفکورهای سویت زیاد بلدیت ندارم و در در دوران 20 سالگی 18 یا 20 سالگی بودم که مثل اکثریت مردم سوالهای زیاد در ذهنم میاد. من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و اساس هر چیز چی می باشه؟ این سوالات در ذهنم خلق می شد. فکر می کردم که جنبه فلسفی دارن. بعد دانشگاه رفتم، پس به اونجا رفتم تا بیشتر مطالعه کنم. یقینا در اونجا در موارد زیاد مطالعه کردم. بسیار زود به کاتولیسم علاقمند شدم و تاریخچه خانواده خودم مورد مطالعه قرار دادم. یک خانواده بسیار کوچک دارم. واقعا من کی هستم؟ به نظر خدا خانواده ما که تعداد کمی درباره او میدانست، ای را دریافتم که چند نفر ما رومن کاتولیک بودند و با خود گفتم که با آن که چندین بار به کلیسا رفتم، اما با کلیسای رومن کاتولیک نرفته. نکته قابل ذکری است که والدینم با کلیسا نمی رفتن، ولی والدین هر دوی اونا رومن کاتولیک بودن. اما اونا والدین خوبی نبودن، به خاطر که اینا هیچ دینی را نپذیرفتن. پس من کاتولیسم شدم. بسیار خوب و تخیلی به نظر می رسید. کوشش میکردم که با او عمل کنم و تمام خوبیای او را به خود بگیرم. در کلیسای لوکوی شروع به درس گرفتن درباره کاتولیسم کردم. در شروع دانشگاه تقریبا 7 یا 8 ماه درباره اونا درس گرفتم. یک قسم مصمم بودم و به درسهای خود زیاد توجه میکردم. فکر کنم 1992 یا 93 بود که مطالعات ما درباره رومن کاتولیک به پایان رسید. برای کارای خوب طرحریزی شده بود و 5 یا 4 سال به خاطر اعتراف میرفتم، با آموزش میرفتم، نزد مسئول کلیسای کاتولیکا زندگی میکردم. به هر حال در دوران دانشگاه برای مشکل بود. در طول آن سالا در دانشگاه با افراد خوبی هم نشین بودم. با هم دیگه گپ می زدیم و از یک دیگه سوال می کردیم. بیشتر اوقات از ما درباره رومن کاتولیک سوال میکردن که چه قسم است، چرا فلان کارا را انجام میتین، اونا چرا چنین اعتقاد دارن که کشیش عروسی کردن نمیتونه. بعضی سوالای اونا زیاد سرم خوش نمیخورد، به خاطر کمرای بعضی اونا موافق نبودم. بیشتر از آن اگر صادقانه در میان بانم خودم نیز شک داشتم و بسیار چیزای کلیسا را واقعا دوست نداشتم، مخصوصا کلیسای کاتولیکا را. اکثریت چیزا را اگر صادقانه بیان کنم، با ای که من رومن کاتولیک قبول کرده بودم، تمام کارهای مثل کاتولیکا را انجام نمیدادم و تمام موارد به صورت درست تعقیب نمیکردم. به اساس گذشته به اساس گذشته شاید مرا اگنوستیسیزم یا استروک ایتیزم میگفتم که چرا اعتقاد داشته باشم. واقعا در زندگی اعتقاد خود برای چند سال پراکنده و منحرف ساخته بودم. یک دوست جدید پیدا کردم. او برای ما اسلام و قرآن معرفی کرد. مطالعه کردن را دوست داشتم و همیشه در حال تحقیق بودم. همیشه تحقیق میکردم. یک جلد قرآن گرفتم. قرآن یک قسم مرا به حیرت انداخت. ای که چقدر منطقی است و هر چیز به طور حقیقی بیان شده. چرا مطرح نیست در حالی که بسیار منطقی و پذیرفتنی است؟ اما انجیل که در کلیسا است هیچ وقت به این اندازه منطقی نبوده و در اسلام فقط به الله باور دارند، ولی اونا به خیلی چیزایی که هیچ امکان نداره باورمند هستند. اسلام به نظر من بسیار راست و ساده می باشه. شاید یک راه ساده باشه، اما یک راهنمای بسیار خوب برای زندگی است. کمک میکنه تا یک زندگی سالم داشته باشه. قرآن چند بار محدود خواندم. در صفا مثل مسجد شرکت کردم. یک بار کفارت نشدم. تحقیق کردم و خودم مطمئن ساختم که درستترین چیز انتخاب کنم. خودم یاد گرفتم که چه قسم عبادت کنم. اه، فکر کنم ای خوبترین چیز برام ما بود. برام بسیار واضح بود و هیچ چیز برام گنگ و نامعلوم نبود. وضاحتش مرا جذب کرد. کلمه طیبه را فکر کنم که در
20 یا 25 اپریل بود که خواندم. الحمدلله خوب به پایان رسید. به طور جدی من خودم نگرانی های زیاده داشتم. وقتی فکر میکنم مرا خنده میگیره. من برگر گوشت خوک دوست داشتم، همین چیزها بود. میگفتم بازم اگه شراب بنوشم. یک قسم سوالای کلان کلان به ذهنم می آمد. با او چیزا عادت داشتم، یقینا اونا چیزای مهم نبودن. بزرگترین نگرانی من ای بود که خانواده و دوستایم چه قسم برداشت میکنن و چی فکر میکنن. به خاطر که اسلام یک موضوع بسیار داغ است. سالاست که مردم خبرهای بدی را در اجتماعی میسازن. فکر میکردم که مادرم فکر میکنم ما یک جهادی دیوانه میشم، یا ای که دوستانم درباره مسلمان ها بد بگوین و او متاثر شوه. واقعا درباره چیزا نگران بودم و قسمی که یادآور شدم یک خانواده بسیار کوچک دارم. فقط مادرم است، خواهرم و دختر کلانم هستند. برای اونا توضیح دادم که من چی میکنم و چرا میکنم. هیچ چیز درباره ما تغییر نمیکنه و اطمینان میتم که یک شخص خوب میشم، یک شخص مهربان میشم، یک شخص بهتر میشم. مطمئن بودم و اکثرا اتفاق میفته. پس گفتم که شما را مرا با لباسهای خیلی دراز و ریش خیلی بلند نخواهید دید. نگران نباشین، قسمی که هستم باقی میمانم. فقط الله میخواهد که یک شخص خوبتر شوم. خب من از کارهای عملی شروع کردم، مثل خواندن قرآن. وقتی که با مادر خود به خاطر خرید میرفتم میگفتم تو گوشت حلال نباشه خورده نمیتونم. مادرم چیز نمیگفت و برای من از یک جای دور از اینجا برای من گوشت حلال خریداری میکرد و با این خاص مشکل نداشت. مادرم میفهمید که مواشی ها را به شیوه های مختلف میکشن و نوع کشتن برای اونا مهم نیست. پس مادرم و همچنان دخترم هیچ مشکل برام خلق نکردن. حتی بعضی وقتا کوشش میکردم عقیده دختر خود تغییر بدم تا حدود درک کردن شرایط ما برای اونا تا حدود مشکل بود، به خاطر که رفاقت ما محدود به نوشیدن شراب، رفتن به رقاصخانه و دیگر مکانا بود. بس شراب عادت داشتم و در عین حال باید از تمام چیزهای نامشروع تا حد امکان دوری میکردم. پس به می خاطر در کوشش بودم تا خود از اون محیط دور نگه دارم و با هیچ دلیل شرکت نمیکردم. دوستایم از این کارم خوششان نمی آمد و فکر میکردن که اونا را یک قسم بد میبینم. اما بچه های من باید کارهایی را انجام بدم که برام درست است. من از زندگی خود به خاطر شما، به خاطر شبگشتی و شراب رها کردن نمیتونم. اگر شما قبول کنین هنوزم دوست شما هستم و به هر جایی که خواسته باشین همراهتان به خاطر قهوه نوشیدن میرم. با یک دیگه خود ملاقات کرده میتونم، به خانه یک دیگه خود رفته میتونم، اما نمیتونم به رقاصخانه و شراب نوشیدن برم. بعضی اونا پذیرفتن و بعضی اونا را که زیاد نمیبینم. اما همین راهم است و خوب هستم. مطمئن هستم که اونا نیز خوب می باشن. فکر میکنم که بیشتر یک شخص خوشروی و آرام شده. یک قسم خونسرد و خوشحال هستم. در هر شرایط خدا یافته میتونم و لبخند خدا ترک نمیکنم. از اوضاع با خبر هستم، مخصوصا درباره موضوعات اجتماعی خیرخواهتر از گذشته شده. در گذشته نیز به اشخاص به وضاحت پول میدادم، اما کوشش میکنم که بیشتر به اونا کمک کنم. به نهادهای خیریه سوریه، فلسطین پول میتم، اما در گذشته به ندرت کار انجام میدادم. دریافتم که چقدر یک وظیفه خوب دارم و چقدر یک خانه زیبا به خاطر بود و باش دارم. تمام چیز برای میگن که من چقدر خوشبخت هستم. درست است که تمام چیز عالی بوده نمیتونه، اما برای خوب شدن کوشش کرده میتونم. از الله به خاطر چیزایی که دارم باید سپاسگزاری کنم و با مردم باید کمک کنم. الله با مهربانی خود زندگی خوبی به ما داده. حال این یک مسئولیت من است که تا حد امکان مشکلات مردم را کم کنم. اسلام شخصیت مرا برجسته ساخته. درست است که بعضی وقتا شرایط بد حاکم میشه، با او که قهر و احساسات یک امر طبیعی است. بعضی وقتا زیاد خشمگین میشم. اسلام با ما میآموزانه که آن را چه قسم مهار کنیم. در زمان خشم میگه که صبر کنن و شیوه رفتار خود کنترل کنیم. قهر کار درست نیست. یک لحظه در ذهن ما خلق میشه ای که محتاط باشن و صبور باشن. شخصا خودم بسیار نرم خو شدم و صبرم بیشتر شده و خوشحال هستم از این که من حال یک مسلمان هستم.
و از خداوند میخوایم که همیشه همراهیم باشه و کمکم کنه. میخوایم با شما بگم که به مساجد برن و در اونجا مسلمانا را ملاقات کنن، اساسات به طور منطقی دریابن که زندگی شما چه قسم تغییر میکنه. اگر خواسته باشن در صنفایی که در مساجد دایر میشه سهم بگیرن، به خاطر که بسیار آموزنده و خوب است. در جریان صنف دوستای جدید پیدا میکنن، مردم میشناسن و راهنمای زندگی خود مییابن. درباره اسلام مطالعه کنن، تحقیق کنن، به محض که دریافتن مسلمان شون، به خاطر که پشیمانی نداره.